وادی غوند ناحیه شغنان یکی از موضع‌های سیربرف بوده، نسبت دیگر مناطق بدخشان تا نیمه دوم ماه مارس در تصرف برف میباشند. در این موضع بارشات زیاد به ماه فوریه و ماه مارس راست میآید، در حالتی که در موضع‌های پایانی ناحیه شغنان در آغاز فصل بهار باران میبارد. در وادی غوند بارشات برف به نظر میرسد. سال روان زمستان به حدود بدخشان با درمانی آمد. بارشات در سراسر کوهسار بدخشان ماه ینور آغاز گشت. در وادی غوند زیاده از 6 سانتی متر برف بارید. قفسه قبط آن زیاد نباشد هم برفکش‌ها راه را محکم می‌نمودند. به همه این مشکلات جای داشته نگاه نکرده، راهسازان قطعه 188 کیلومتری راه بین المللی که از وادی غوند می‌گذرد در حالت گشوده نگاه می‌دارند. عذر ما در راه بین المللی شورای دوشنبه خورو کلما در توازن مؤسسه نگهداری دولتی روی منطقه غوند است. ما همینجا را از نظر دیده استودیم. امسال با سبب زیاد بودن بارشات اساساً تکنیک‌های راهسازی در حالت خوب کارشویان قرار داشتند، راه را در حالت خوب نگاه داشتند. ما توانستیم در فصل زمستان، در 3 ماه فصل زمستان ما همین راه را 3 بار هم با گریدر، هم با بارکنک‌ها و هم بولدوزر را تازه کنیم. نوبتداری شبانه روزی در همین راه تشکیل کردیم. راهسازان شب و روز کار کردند. حاضر ما و یکی از موضع‌هایی که خطرناک و موضع‌های وزنی‌ترین همین شورای دوشنبه خوروغ کلما موضع کوتیزک سفربر شده استودیم. یکی از خصوصیت‌های فرق کننده قطعه راه اتومبیلگرد از وادی غوند نسبت دیگر راه‌های حدودی ولایت مختار کوهستانی بدخشان در آن است که در این منطقه شمال تند برف را از تپه‌ها به سر راه اتومبیلگرد می‌کشاند. بر راهسازان لازم می‌آید که وقت به وقت راه را تازه نمایند. باید تذکر داد که سالیان اخیر با دستگیری به واسطه وزارت نقلیات جمهوری یکی از مشکل‌ترین قطعه راه از بالای عقبه کوتیزک باری هم بسته نگردید. عین حال تکنیکای پراقتدار در پایه عقبه کوتیزک در حالت آماده باش قرار داشته در برابر تازه نمودن راه به رانندگان یاردم نظررس می‌رسانند. تکنیک‌های ما آماده کار هستند. دیروز پیش ما راه عقبه را از برف تازه نمودیم، لیکن برخی از اتومبیل‌های کلان حجم بارکش از عقبه گذشته نمی‌توانند. در این صورت ما مجبور می‌گردیم که آنها را به بالای عقبه براریم. عین حال همراه من 9 نفر دیگر راهسازان نوبتداری نموده ایستادند. طوری از گپ استای راهساز معلوم می‌گردد عین حال عقبه کوتیزک که از سطح برف در بلندی زیاده از 4000 متر قرار دارد برای حرکت نقلیات اتومبیلگرد مانع ایجاد نمی‌کند. اتومبیل‌های بارکش کلان حجم که از کشور چین به جمهوری تاجیکستان بارهای گوناگون خواجگی خلق می‌کشانند به مشکلی از روی عقبه حرکت می‌نمایند. از سال 2018 در همین شاهراه کار می‌کنیم، رفته آمد می‌کنیم. مقصد وزمینی بود حاضر که نسبت به دیگر سالا این سال بسیار نقض اومده، راه رفتگی هم خیلی به زنجیر به یگان چی نکنه. نه حاضر ما برآمدیم به همین طور اومدیم، یگان مشکلی ندارد. ساز نقض است، خیلی بچه‌ها کار میکنن، کارکنان دیو خدمت میکنن، خاک میشپن، خم میزنن، همه را نقض میکنن، مشکلی نداریم. روزهای صاف اول ماه مارس سبب گشتند که قطعه راه اتومبیلگرد قسمت غربی عقبه کوتیزک از برف رها گردد، ولی از دید راهسازان بارشات احتمالی در پیش است. روزانه اگر حرارت هوا تا 2-3 درجه گرم می‌گردد، شبانه تا 15-20 درجه خنک می‌شود. طور عقبه کوتیزک پر از برف تازه گردیده، پهنایی راه تازه گردیده 18 متر را تشکیل می‌دهد. عذر ما در بالای عقبه کوتیزک در نقطه از همه بلندترین از سطح بر در 4200 قرار داریم. راه گشوده است، تکنیک و واسطه‌های نقلیات به مانع گذشته ایستاده هستند. دورتر از ما در 1 کیلومتر تکنیک‌های راهسازی کار کرده ایستادند. یگان مشکلات برای حرکت واسطه‌های نقلیات امسال در عقبه کوتیزک نیست. اساساً ماه آخر فوریه، ماه مارس اساساً در همین عقبه بارشات سر می شود. از وزیدن باد و شمال بالای راه برف بسیار می شود و بعد برای حرکت واسطه‌های نقلیات برف مانع ایجاد می کند. لیکن راهسازا کار می کنند، تکنیک‌ها کارشوی هم هستند، در حالت خوب تکنیکی قرار دارند
шабу рӯз кор мекунанд. ба мақсади дар ҳолати кушода нигоҳ доштани қитъаи роҳи автомобилгарди шоҳроҳи Душанбе, Кӯлоб, Қалаи Хум, Хоруғ, Мурғоб, Кулма, Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вақтҳои зарурӣ ба ин мавзеъ техникаҳои барфтозакуниро интиқол медиҳад. Аз рӯи гуфти роҳсозон, айни ҳол барои дар ҳолати кушода нигоҳ доштани қитъаи роҳи автомобилгард аз байни Ағбай Кӯтезак сӯзишворӣ кофӣ буда, онҳо кӯшиш менамоянд ки бо истифода аз имконияти мавҷуда роҳро дар ҳолати хуби техникӣ нигоҳ доранд.